اومدم یادتون بدم خط چشم بکشین. خط چشمتون اصلا مارکش مهم نیست، بچه فقط باید بدونید که چطوری خط چشم میکشید. خط چشم من از این قلمی هاست و جوری که همیشه خط چشم میکشم اینه که میاید دقت میکنید که میخواید خط چشمتون رو به بالا باشه، رو به پایین باشه، چطوری باشه. من الان میخوام یه خط چشم رو به بالا بکشم. خب پس میاید مشخص میکنید که کجا میخواید باشه. این سرشه، تهش تا اینجاها باشه و آخرش هم اینجا تموم بشه. همین کار رو اینجا هم تکرار میکنید. اینجا، اینجا و اینجا هم تموم بشه. حالا میایم بین این نقطه هایی که گذاشتیم خط میکشیم اینطوری. این برم بعد میاد میبینه که قرینه هست یا نه و الان میایم داخلش رو پر میکنیم اینطوری. چشمتون رو ببندید یا نیمه باز واسه راحت تر بودنش. این رو هم پر کنیم. خب در آخر هم نگاه میکنیم ببینیم قرینه هست یا نه که واسه من قرینه به نظر میرسه. خب و الان میتونیم برای قشنگتر شدنش چیکار کنیم؟ از اینجا تا اینجا یه خط خیلی خیلی باریکی میکشیم اینطوری. همینجور که میبینید کشیدن خط از اینجا تا اینجا یه ذره باعث میشه که چشم درشت‌تر به نظر برسه. این خط نداره از اینجا تا اینجا، این خط داره. این هم شبیه این میکنیم الان. اوکی و برای خوشگل‌تر شدنش میتونید یه خط کوچیک این ترش اضافه کنید. چطوری؟ اینطوری. یه خط خیلی کوچولو که اینطوری چشمتون رو یه ذره کشیده تر میکنه. خب این هم نتیجه خط چشمی که کشیدیم. امیدوارم که به کارتون بیاد، بتونید یه خط چشم خوشگل بکشید.